تکتا را آماده کردیم. سگو خانم عزیزم، خانم قندم، ما قربان گردن دراز شد. ویزا را گرفتیم نه دیگه. الله الله دیگه. سلام علیکم. کدام خانمت بود دکتر صاحب؟ دوم. و برو تو معاون شفاخانه رو بیار. معاون شفاخانه رو بیار. محاصره کنین اتاقش کن. خدایا. کدی مانه. زود کو بچه. او بچه. پیشو کالا من جرم تبرک. من نارو. برو پیشو این آوردمش. ایلا بده. ایلا بده. میتینگ دارم کدی شو بیتر بیا. نه بخش. رئیس خوب است. شکر بخیر باشین، سلامت باشین. تو کدام اشتباه سر زد چه برای شفاخانه ما سلامت باشین. کدام گناه حضرت است ما که کما که امی تو بیتاب هستم. خوب بسیار سر خود اشتباه دارم. مخابره کنم بالا بستر آماده کنم وی آی پی را. نه هندستان. وی آی پی را آماده کنین. هندستان میرم. هندوستان چی میکنیم دکترای هندی خود ما داریم شکر. هر کدامش که مادر اولادارم میبرم. به خاطر داریم از بخ زنانه ما آوردیم اونو که اینجا سرخ کدگی که اعلان هم که نشان میته میشه در تلویزیون. نه ما هندستان میرم و تداوی خدا اوجه میکنم. دم اعلان تلویزیونی خودم شفاخانه ما خودتان گفتین یکی از متنا را که دیگه هم وطنان ما ضرورت به رفتن کشورهای خارج را ندارند. در شفاخانه خود ما تمام امکانات موجود است. خودتان دم اعلانات امیر ذکر کنید. شفاخانه از کی است؟ شما دکترش از هندستان کی آورد؟ شما دکتر ناوردیم، نرس آوردیم با معاش کم. و این دکترها ضعیف هستند. برای ما معلوم است. سرزمین امروز تو سرپرست هستی. خیلی دوار 20 نخرین. روز میرم. خب مکمل صلاحیت خانم داری دومشان شفاخانه. مریض سوال نه دوم. خودش نه رئیس خیام اعلان تغییر میتیم که بخش توماتولوژی، استروماتولوژی از هندستان دکترای فوق العاده آوردیم. مریضای ما روزای دوشنبه و پنجشنبه میبینن. تغییر میتیم؟ نه نرسا را آوردیم میتو بگی؟ نه سر بزنس تو سر گلون ما پای میمانی. سر گلون خود پای میمانی. سر گلون ازی پای میمانی. سر گلون ما پای مانده را میتونید دیم یکی بگیرمش. امی 200-300 نفر که میجا کتیما کار میکنن یا از میجا بر خود یک لقمانان پیدا میکنن. این مردم خود نمیفهمانی. شفاخانه تا جانزیا میزنه، ملت تا جانزیا میزنه، مردم تا جانزیا میزنه. قربانت اون خانمت زنگ زد. خب بله گفتم میم دیگه. نه خب میم خاموش استاده باشین. روا بریم. خانمش اثر سرک استاده. استاده سن میریم. صاحب ما مریض هستم. می تکتای ما رو بگین دکتر صاحب ما هم خیرونده هستم. با جای ما سرپرست هستی. چرا شفاخانه رو خاطر چی جور کردیم؟ چرا؟ خاطر تو جور کردیمش. بهترین ماشینا رو از خارج آوردیم. بهترین ماشینایی که خیلی چرا یعنی ما رو میبری که اونجا خودت هم میری هندستان میری تو خود ما مریض هستم. نه ما مریض هستم. حالا خب مریض ما مریض هستم. شفاخانه خود شفاخانه رو به خاطر تو جور کردیم. با ما جور کردی. بیا نبرم سرپرستی کردن؟ تو سرپرستی. بریم. بریم. نرسا را میارن اینجا دکتر سرپرست شدی دیگه ما امرای خودت هستم.